این هفته خبر تو خبر داره براتون از روند بعدی بوکس سیدعلی و انترش که حالا به مرحله حذف کرسی ریاست جمهوری رسیده، یعنی مرحله کشیدن فرش از زیر پای احمدی. این یکی از اولین سوغاتیایی بود که خامنه‌ای توی سفرش به کرمانشاه برای انترش جور کرد. ما امروز نظاممون نظام ریاستی است، یعنی مردم با انتخاب مستقیم خودشون رئیس جمهور رو انتخاب میکنن. اگر یک روزی در آینده های دور یا نزدیک احساس بشود که به جای نظام ریاستی نظام پارلمانی مثلا مطلوبه، هیچ اشکال ندارد، میتوانه این رو تبدیل کنه نظام جمهوری اسلامی. این خط هندسی رو به این خط دیگر هندسی تفاوتی نمیکنه. بله، یعنی میخواد شاخ احمدی نژادی نظام رو بشکنه و خط هندسی نظام رو هرچه بسته تر کنه. البته احمدی نژاد هم این تهدید رو به روی خودش نیاورد و به شاخ زدنش به ولی فقیه ادامه داد، چون این حرف خامنه‌ای رو تحت عنوان یه پاسخ علمی نشنیده گرفت. I think His Eminence, the supreme leader, he was asked by a university student or an academician, and then the response was an academic response. The constitution, the status of the president is known, his responsibilities, terms of reference, everybody knows about them. بله، این هم از ولایت مداری انتری که حالا مثل توف سربالا گلاب زده به ریش سیدعلی. اوضاعتو ببین چقدر خرابه، نقشه مجتمع نقشه خرابه، عمر رهبری مثل حبابه، ولایت علی دیگه سرابه، یه ماه دیگه دو ماه دیگه فوقش علی میمونه روزش، علی میمونه روزش. تنها چیزی که تو حوض سیدعلی باقی مونده مشتی بسیجی گاگوله که هر جا میره اونها رو با خودش میبره و به هر رنگی درشون میاره. عشق یعنی رهبرم سید علی. آقا تاج سر ماست، تاج سر ماست. بله، رنگ کردن این جوجه بسیجی ها به عنوان حامیان ولایت و راه اندازی نمایش تکراری پاک کردن شیشه ماشین عظما مثل تخصص این بابا در رنگ کردن جوجه و غالب کردن اونها به عنوان جوجه رنگی میمونه. جالبه. آقا بخش من فیلم بگیرم. البته فکر نکنید که همه حامیان ولایت فقط همین گله بسیجی های نفهمن. ولایت فقیه تئوریسین هم داره. یکیشون این یارو برهان الدوله است که خر پیشش عرش میدوسه. من دانشکده‌های مختلف علوم سیاسی رفتم، گفتم شما همه دکاتره علوم سیاسی هستید، یک نفر بیاد یه دونه استدلال منطقی عقلانی برای تئوری دموکراسی، تئوری لیبرال دموکراسی ارائه بده. یه دونه دریغ از یه دونه برهان. اما تئوری ولایت فقیه سراسر برهان است و عقلانی است. ولایت فقیه برترین تئوری است به لحاظ عقلانی. افتخار ما این است، ما در تئوری خودمون میگیم رهبر ما سگباز نباید باشه، آدم کلاش نباشه، حساب مالی برای خودش باز نکرده باشه، اهل تقوا. تئوری ما چه برتری دارد بر تئوری‌های دنیا.
حساب مالی مقام معظم رهبری ببینید چقدر هست. مقام معظم رهبری تو خونش چه چیزایی داره. اینو یقین بدانید مقام معظم رهبری حتما وضعیت زندگیشون از تمام من و شما پایین تر است. یه جوری میگه کسی ندونه فکر میکنه الان سیدعلی کارتون خواب و با گاری این ور اون ور میره. اما اگه کسی بدونه خبر داره که این حرفا فقط مهمات جنگ قدرت برای زدن تو سر اون یکی باند نظامه. وزیر خارجه سابق آمریکا گفت انقلابی در ایران در راه است. خیلی خطرناکه. دوستان مذهبی بیدار باشن که برادران پاسدار رفته بودن خدمت آقا فرمود عده‌ای در 88 برانداز بودن. برانداز تو این انتخابات به اینا یه تیم دیگه هم اضافه شده. تیم کی؟ ولی تیم کی؟ جریان انحرافی. آقای مشرایی فکرش فاسد است. خودش من کاری باش ندارم، فکرش فاسد است. ویژگی اصلیشون اینه که با پرچم خودشون نمیان. یادتون باشه نمیگه من اصلاح طلبم، با پرچم من و تو ممکنه بیاد. برای مقابله با خطراتی که نظام رو تهدید میکنه آموزش و پرورش هم وارد شده و به سیاق دوران امام اردوی آمادگی دفاعی راه انداخته و دانش آموزان رو به مناطق جنگی میفرسته. آمادگی دفاعی این اردو داوطلبانه هست، اگرچه فرصت خوبی است برای بازدید و اگر کسی نرفت مسلما آدم شاید احساس بکنه که اگر میرفتم خیلی بهتر بود. اما حالا چون داوطلبانه هست و هیچ اجباری نیست، نمره‌ای کم نمیشه. حالا ببینیم نتیجه برگزاری این اردوی آمادگی دفاعی چیه و چه تأثیری روی آمادگی دانش آموزها داشته. احمدی مقدم که سالهاست داره از پشت بوم ملت بشقاب جمع میکنه ولی هی جاش بشقاب جدید سبز میشه، دیگه توی هفته نیروی انتظامی دست بالا کرد و پای بقیه رو کشید تو میدون. دستگاه فرهنگی مثل صدا و سیما، ارشاد غیره باید بیان تو میدون، در واقع جذابیت‌های رسانه‌ای رو به حدی ببرن بالا که جاذبه ماهواره‌ها کاهش پیدا کنه. اما قطعا در یک حوزه‌های محدودیت داریم. تیوی ریش نظام هم اومد جذابیت رو ببره بالا. یه سری از بسیجی‌ها گیج زدن که بالاخره موسیقی حلاله یا حرام. اینجا بود که حاج آقا اوورتور وارد شد تا بسیجی‌ها رو سر این شامورتی بازی‌های نظام خرفهم کنه. حالا تلویزیون میادش، اون کارشناسانی که درش هستن میبینن که بر اساس نظر حضرت امام یا نظر مقام معظم رهبری این موسیقی مجازی است. اینها مجاز هستن پخش بکنند. اما اینکه من مجاز هستم گوش بکنم یا گوش نکنم اون یه بحث دیگری است. چون پخش شدن میشه کار یک سازمان، بله، که باید تابع نظر مرجع خودش باشه که میشه رهبر جامعه. من به عنوان اینکه تو این گوشم چی باید بفرستم میشم تابع نظر مرجع تقلید خودم. بسیجی‌هایی که پای صحبت این حاجی نشسته بودن دیگه کامل قاد زدن و نوحه خوندنشون هم این شکلی شد. چی بگم؟ تو زنگر مجزه بودی، یکی از برادرها جعبه یا بود گذاشت وسط زنگر. همه گفتن چی میتونه باشه؟ یه وقت در جعبه رو کلاس دیدم اناره، حالا انار یاره گلدونه هر جا که میره جرونه میمونه، برای انار یاره گلدونه.
در بخش مشنگستان این هفته این آخوند رو پیدا کردیم که با جعل حدیث تو دکون دین فروشی تابلوی حراج آخر فصل زده. حدیث صحیح است. خاتم الانبیا در شب معراج خدای منان 50 نماز بهش واجب فرمود. الان 5 تاست، صبح، ظهر، عصر، مغرب، عشا. 5 تا واجبه، الان 50 تا واجب کرد. پیغمبر اکرم داشت برمیگشت بیاد در آسمان بعدی برخورد کرد به موسی کلیم الله علی نبینا و آله علیه السلام. موسی گفت چیکار کرده یا احمد؟ گفت آقا جون خدا 50 نماز به امتم واجب کرد. موسی گفت تا نرفته ای پایین و نمازیده برگرد، چونه بزن کمش کن، نمیخونن. پیغمبر اکرم برگشت گفت خدایا موسی راست میگه. موسی برم گردوند. برگرد بگو خدا 45 تا. برگشت موسی گفت چیکار کردی؟ گفت 5 تا. گفت نمیخونن، برگشت کمش کن. موسی دوباره پیغمبر برگشت گفت خدایا. گفت خب 5 تا دیگه چی؟ موسی ول نمیکنه. 5 تا دیگه چی؟ شد 40 تا. به خدا حدیث صحیح است. شرط پول از علماست، برید بپرسید، منم در خدمتتونم. آدرس حدیث هم دادم. پیغمبر اکرم را موسی 9 بار برگردوند و هی خدا 5 تا 5 تا کم کرد تا شد 5 تا. 5 تا که شد موسی گفت پیغمبر برگرد کمش کن، نمیخونند. برگرد سبکش کن، نمیخونند. گفت موسی دیگه انی استحی من ربی، من دیگه از خدا حیا میکنم. در انتهای برنامه امروز توجه شما رو به یه رقابت کشتی آزاد جلب می‌کنیم که دیگه خیلی آزاده. شما بشینین جای داور و بگید کی بیشتر امتیاز آورد. ما ایش تو بزنی، ایش بیشتری Çalmat yara düşüyor. Geç o, geç.